هستن. من یه نمونه تجربه رو میخوام روایت بکنم براتون که یک نمونه شرقی و ژاپنی. حالا شما هر جای خراسان، هر جای گیلان، هر جای مازندران هستین میتونین این کارو بکنین. و بعد قصه اینجوری شروع شده، 2 دقیقه‌ای میگمش. پسر گفته که این سوالو داشته که چرا اون عنکبوت آبی میتونه روی آب، رو سطح آب وایسته و سر بخوره و دوست داشته که بره به عنوان تکلیف تابستونیش یه سری اطلاعات راجع به این جمع کنه. پدر بهش گفته که این کار خیلی خوبه، ولی اگه تو فقط بری تو کتاب‌ها و اون چیزایی که این ور اون ور چاپ شده، مقاله ها و مجله ها بگردی، تو دیگه دانش آموز دبیرستانی نیستی. کار یه بچه راهنمایی رو انگار انجام دادی. یک. و به همین دلیل گفته بیا بریم با هم دیگه فرضیه سازی کنیم، کشف بکنیم که چرا این کار رو انجام داده و ما هم یک چیزی بسازیم که میتونه روی آب بیسته و سر بخوره. چه پدری بیکاری داشته خدا وکیلی. و بعد نهایت تخته‌ای بود دیگه. و بعد آقای خسروی برای هم دیگه شرح کار تعریف کردن. اولین شرط پدر برای پسرش این بوده که قاعده غرغر کردن ممنوع و خسته شدن و نیمه کار گذاشتن رو با هم دیگه کنار میذاریم. یعنی شروع کردی تا تهش رو بعد با هم دیگه بریم. پس غرغر کردن ممنوع رو کنار نمیذارن، غرغر کردن رو کنار میذارن. قاعده غرغر کردن رو آره، میگیم غرغر کردن ممنوع. این قاعده رو تعریف میکنیم. بله. بعد برنامه‌ریزی کردن. این رو اونهایی که کار سازمانی و نمیدونم مدیریتی و صنعتی و خدماتی انجام دادن میشناسن. برنامه‌ریزی میکنیم، فرضیه سازی میکنیم، میریم دنبال تاییدش و تشخیص درست بودن فرضیه‌مون و بعد هم یک نمونه میسازیم. برای بچه مدرسه داره این کارو میکنه پدر. پدر یک آدمی است مدیر، پدر یک آدمی صاحب یک تخصصی توی زمینه کاری. بعد ریزه‌کاری هایی داره که حالا چجوری با هم دیگه قاعده میسازن، انگار که این پدر پسر خودش رو برده تو فضای حرفه‌ای مثلا 10 سال 20 سال دیگه خودش. بحث کردن، حالت‌های مختلف رو بررسی کردن، چجوری میشه روی آب ایستاد، چجوری میشه روی آب سر خورد. چیزهای مختلفی که روی آب میتونن بایستن که بس تشخیص میده پسر که وزنشون باید سبکتر از آب باشه که بمونن. چیزایی که میتونن سر بخورن پس باید سطحشون به اندازه یک نقطه نباشه، یه مقدار باید مسطح باشن که بتونن لیز بخورن. اینها رو مکاشفه کرده و بعد اومدن هی دسته‌بندی کردن. فرضی چطور یه چیز رو آب میمونه مثلا بالون. اینا رو من میگذرم ازش، ریزه‌کاری ها و نمونه ها. میرسن به اینجا که این شرایط رو بررسی میکنن که عنکبوت آبی چه خاصیت هایی حالا داره که روی آب میمونه و اون چیزهای دیگه که ما حرف زدیم چطور. نکته بامزه آقای خسروی اینجاست که میخوام بیام روش بایستم. یک جایی از ماجرا پدر و پسر به رقابت میافتن. پدر میگه که من یه سری تشخیص دارم برای اینکه چیزی بسازم که بتونه روی آب وایسه و سر بخوره. پسر میگه من چیزهای دیگه پیدا کردم که میتونه سر بخوره و بیسته. حالا میرن این دوتا کنار با هم شروع میکنن به رقابت کردن. فکر میکنین کی برنده است؟ احتمالاً پسر. با وجود دانش بیشتر پدر و وجود تجربه های زیاد او، پسر آزادانه، بکر و بدون جهت‌دهی قبلی، به تعبیری میگن پیش اندیشه ها. شاخص پیروزی چیه؟ شاخص پیروزی اینه که اون چیزی که پدر میسازه رو آب وای میسته ولی لیز میخوره ولو میشه اصطلاحاً. اون چیزی که پسر میسازه روی آب راحت میمونه و همیشه ایستاست. برکلا. نمونه ایست که ساختن این هاشش. اون چیزی که پدر ساخته دست راست میبینین، این اون چیزی است که پسر ساخته و پسر برنده شده. اینم نمونه واقعیشونه که میبینین. من میرم جلوتر. بعد تشخیص دادن که پس پدیده‌ای مثلا گذاشته آقای خسروی. این رو یه آقایی به اسم آقای پروفسور تورو ناکاگاوا که این بحث تیریز رو به عنوان سردبیر پایگاه تیریز توی ژاپن فعالیت میکنن. پدر و پسر زبان انگلیسیشون خوب نیست. آقای دکتر ناکاگاوا کمکشون میکنه، از ژاپنی به انگلیسی ترجمه میکنن مقاله رو. و نکته بامزه‌تر اینه که بگم این مقاله که مال این پدر و پسر بوده در کنفرانس بین‌المللی سال گذشته انجمن تیریز ژاپن، حالا یک نهاد علمی معتبر، در بین همه کارهایی که شرکت‌هایی با نام پا، سو، هی، تو، همه این ژاپنیایی که اولاشون کنار هم بچینیم میشناسینشون، این شده بهترین مقاله. به تایید اونها که نشستن اونجا، یعنی مثلا تمام مدیرا و استادای دانشگاه نشستن و به این مقاله رأی دادن به عنوان بهترین مقاله. ماشاءالله. 3-4 تا چیز اینجا نهفته است آقای خسروی. روش فکر کردن، روش چگونه گذراندید. بر روی امروز اگر قرار است اتفاقی صورت بگیره، اولین شرطش